سلام. پرونده امروز انقدر عجیبه که میتونم بگم من تا حالا شبیهش رو حتی توی فیلم‌های تخیلی و ترسناکم ندیدم و با اینکه چندین سال پرونده‌های جنایی رو دنبال میکنم، کلا به اینجور موضوع عجیب غریب خیلی علاقه دارم، ولی اولش که پرونده رو خوندم باورم نمیشد که همچین چیزی توی دنیای واقعی امروز اتفاق افتاده باشه. پرونده خیلی جدیده، مال سال 2022، تقریبا 1.5 سال پیش، و میتونم بگم قراره با همدیگه حسابی هرس بخوریم سر این ماجرا. بریم راجع به پرونده صحبت کنیم. توی روستای کوچیک اسلاتر ایالت لوئیزیانا که حدود کمتر از 1000 نفرم جمعیت داره، این روستا، لیسی فلچر 36 ساله روی مبل دراز کشیده بود و احتمالاً میتونه صدای پدر مادرش رو بشنوه که اون سمت خونه داشتن وسایلاشون رو جمع میکردن، آماده میشدن تا به یه تعطیلات کریسمسی برن. لیسی احتمالاً با خودش فکر میکرد اگر که توی این چند روز غذای کافی برای من نذارن چی؟ آب چطور؟ بدون آب که نمیتونم بیشتر از چند ساعت زنده بمونم. اصلا اگه دیگه بر نگردن چی؟ من باید اینجا چیکار کنم؟ لیسی نمیتونست راه بره، نمیتونست حرف بزنه، نه حتی میتونست تا حیاط بره تا نور خورشید رو ببینه، نمیتونست دوستی داشته باشه و با دوستاش صحبت کنه. چندین سال بود که این وضعیت لیسی بود. تا حالا چیزی راجع به بیماری لاکتین سیندروم شنیدین؟ این بیماری همونجور که از اسمش معلومه یه سندرومه که باعث میشه مغز شما دستور بده که بدنتون قفل بشه. شما عملاً توی بدن خودتون زندانی هستین در حالی که هیچ کاری نمیتونین انجام بدین. مغزتون کاملا صحیح و سالم کار میکنه، میتونین فکر کنین به همه چی، افکارتون میتونن تا هزاران کیلومتر اونورتر برن، همه صداهای اطرافتون رو میتونین بشنوین، اما هیچ حرکتی نمیتونین بکنین، حتی یه انگشتتون هم نمیتونین تکون بدین. این سندروم باعث میشه که توی بیشتر مواقع بیمارا فقط تنها کاری که میتونن انجام بدن اینه که چشماشون رو باز کنن و اطرافشون رو نگاه کنن. البته اینا هم در بهترین حالت. بیمارا هم هستن که حتی چشماشون هم نمیتونن باز کنن و فقط صداها رو میشنون. این سندروم با اینکه خیلی خیلی نادره و تا حالا توی آمریکا کمتر از 1000 نفر، توی بعضی از مقاله ها نوشته بود که حدود 800 نفر بهش مبتلا شدن، ولی بازم یکی از بزرگترین کابوس‌های مردمه. اگه بخوایم یه مثال بزنیم که این بیماری رو بهتر درکش کنیم، مثل وقتی میمونه که شما خوابتون برده و دارین یه خواب خیلی ترسناک میبینید. توی اون خواب داره بهتون آسیبی وارد میشه، یا میخواین از کسی فرار کنین، یا اصلا توی خواب داد بزنین و هر چقدر دهنتون رو باز میکنین و هر چقدر تلاش میکنین هیچ صدایی از دهنتون خارج نمیشه و بعد از چندین ساعت که انگار خسته و کوفته شدین از خواب بیدار میشین. فرقش اینه که توی این بیماری دیگه آدم از خواب بیدار نمیشه. هر روز و هر ساعت همینطوری میگذره. فقط میتونی اطرافیانتو ببینی، عزیزان دکترا شاید که میان بالای سرتون میرن، تو میخوای بهشون بگی که بابا جان من زنده، من حالم خوبه، من صداتون رو میشنوم، اما هیچ کاری از دستت بر نمیاد. چندین مورد از بیمارایی که تا حالا به این سندروم مبتلا شدن تونستن زنده بمونن. میگم چندین مورد چون 90% کسایی که به این بیماری دچار میشن توی همون 4 ماه اول جونشون رو از دست میدن. یکی از کسایی که بازمانده این بیماری تعریف میکنه و میگه من بیدار بودم، صدای همه رو میشنیدم و بهشون نگاه میکردم. اونا میومدن بالا سرم، جوری حرف میزدن که انگار من اینجا نیستم. دکترها به همسرم گفتن که احتمالاً من 2% بیشتر شانس زنده موندن ندارم و اگر هم زنده بمونم تا آخر عمرم یه زندگی گیاهی رو خواهم داشت. و همینطور دکترها سعی داشتن همسرم رو راضی کنن که دستگاه‌ها رو ازم جدا کنن.
و من اونجا بودم، دیدم که همسرم شکست و من از درونم با تمام وجودم داد میزدم که من زنده‌ام، من اینجام، صداتون رو میشنوم، دستگاه ها رو خاموش نکنید. یکی دیگه از بازمانده ها که به اندازه بیمار قبلی خوششانس نبود میگفت من حتی نمیتونستم چشمام رو بچرخونم و اطرافم رو نگاه کنم، فقط میتونستم به روبرو زل بزنم و هر چیزی که توی راستای دیدم رو ببینم. تنها وقتی که میتونستم یکم اطرافم رو ببینم وقتی بود که پرستارها منو مثلا به سمت چپ و راست برمیگردوندن و اون موقع میتونستم اون گوشه اتاق رو هم ببینم. اون گفته که من حتی کوچکترین دردا رو هم حس می کردم. حتی احساس خارش توی بدنم هم داشتم. حتی یک لحظه هم نمیتونیم خودمون رو جای این بیماره بذاریم. بیماری لاکتین سیندروم واقعا میتونه کابوس آدما باشه. حالا بیایم به پرونده لیسی برگردیم. پدر و مادر لیسی اسمشون کلی و شیلا فلچر بود. اونا توی همون روستای اسلاتر خیلی آدمای با شخصیت و فروتن و متواضعی به حساب می اومدن. از اون آدمایی که هر هفته کلیسا رو میرفتن، به هر آدمی هر جوری که میتونستن کمک میکردن. حتی شیلا توی انتخابات شرکت کرده بود و به عنوان جایگزین شهردار انتخاب شده بود. یه جورای همون دستیار شهردار بود. و اگر اتفاقی برای شهردار میافتاد و توی روز خاص توی جلسه خاص نمیتونست شرکت کنه، شیلا کسی بود که به جاش میرفت. این موضوع مهمه چون نشون میده که شیلا و کلی شوهرش آدمایی بودن که به ظاهر فوق‌العاده مقبول جامعه بودن. لیسی یه بچه کاملا خوشحال و عادی و نرمال بود که هیچ فرقی با بچه‌های دیگه نداشت. مدرسه میرفت، بازیگوش بود، ورزش‌های مورد علاقه خودشو داشت، بولینگ و والیبال ورزش‌های مورد علاقش بودن، موزیک کانتری موزیک مورد علاقش و همینطور به شدت عاشق و شیفته کارتون‌ها و فیلم‌ها و هر چیزی که به دیزنی ربط داشت بود. دوستاش میگن که لیسی از اون دخترایی بود که توش هیچ چیز منفی نمیدیدی. همیشه مهربون بود، میخندید و از اون نوجوانای درد سرساز نبود. اونا چیزی که اونا میگن برای ما عجیب بوده این بوده که لیسی توی اون سن و سال، یعنی توی حدود 17-18 سالگی که ما دیگه آخرین بارهایی بوده که میدیدیمش، علاقش هنوز هم مثل علاقه بچه ها بود. شدیداً عاشق کارتون ها و فیلم های دیزنی بود و مثل تینیجرهای دیگه نبود اون زمان، که به نظر من این اصلا چیز عجیبی نیست. علایق و سلایق آدم ها میتونه چیزهای مختلفی باشه. اگر یک نفری مثل بقیه تینیجرها حالا دنبال آهنگ های هوی متال نیست توی اون سن و سال، این باعث نمیشه که اون آدم عجیبی باشه. بخوام یه مثال بزنم، من خودم الان حدود 31 سالمه ولی هنوز چنان عاشق و شیفته فیلم ها و مجموعه هری پاترم که سال یک بار حداقل کلی کتاباشون رو میخونم، چند بارم فیلماشو میبینم و فکر نمیکنم خیلی هم آدم عجیبی باشم. امیدوارم که نباشم. وقتی که 16 سالش میشه مادرش یه دفعه و بدون هیچ دلیلی میاد لیسی رو از مدرسه میبره بیرون. گفته اوتیسمش شدید شده، برای همین من میخوام از مدرسه ببرمش تا توی خونه درسش رو ادامه بده. تنها موضوعی که راجع به لیسی وجود داشت و بیماری که راجبش تشخیص داده شده بود بیماری اوتیسم بود که ما بهش اوتیسم میگیم. منم از اینجا به بعد اوتیسم میگم. اوتیسم یه جورایی میشه گفت که بیماری هم نیست بلکه یه جور اختلال عصبی بیشتر. و کسی که اوتیسم داره هیچ مشکلی معمولا توی انجام کار روزمره‌اش نداره، مثل بقیه زندگیشو میگذرونه. تنها فرق اونها نوع ارتباط برقرار کردنشونه. به عنوان مثال کسی که اوتیسم داره شاید نتونه کامل ارتباط چشمی برقرار کنه وقتی که داره با ما صحبت میکنه، یا اینکه مکالمه هاش کوتاه‌تر باشه و نتونه توی مکالمه های بلند شرکت کنه، یا از این دست مشکلات که اون هم توی هر فرد با فرد دیگه فرق میکنه. یعنی مثلا ما نمیتونیم بگیم کسی که اوتیسم داره حتما اینجوریه یا حتما اونجوریه. نه، هر شخصی که اوتیسم داره با شخص دیگه‌ای که اوتیسم داره کاملا میتونه متفاوت باشه و یه نسخه واحد برای همشون وجود نداره.
و این رو هم میدونیم که شخصی که اوتیسم داره یه دفعه تغییر ناگهانی نمیکنه. شخصیتش یه دفعه عوض نمیشه، بلکه این بیماری رو از بچگی داشته، همیشه باهاش بوده و همیشه یه سری چیزای مشخص درونش وجود داره. و این ادعای مادر لیسی یعنی شیلا خیلی عجیبه که یه دفعه اومده توی 16 سالگی گفته اوتیسمش شدید شده، برای همین من میخوام از مدرسه ببرمش تا توی خونه درسش رو ادامه بده. از روزی که شیلا لیسی رو از مدرسه میبره، مردم کمتر توی خیابون میدیدنش. یه جورایی انگار که گوشه‌گیر شده بود و با کسی رفت و آمد نمیکرد. آخرین بار که یکی از همسایه ها لیسی رو توی خیابون میبینه، شخصی به نام رابرت بلید بوده که لیسی رو میبینه که 2 تا دمبل دستش بوده و داشته با اون دمبل ها راه میرفته و ورزش میکرده و بعد از اون دیگه هیچ کس لیسی رو نمیبینه. ساعت 3:07 بعد از ظهر روز 3 ژانویه سال 2022 شیلا زنگ میزنه به اورژانس و میگه دختر من لیسی دیگه نفس نمیکشه. بلافاصله دکتر بیکام خودش رو به خونه اونا میرسونه. دکتر همین که پاشو از در داخل میذاره، چنان بوی غلیظ و شدیدی توی صورتش میخوره که تا چند ثانیه نفسش برمیاد. دکتر بیکام بعداً میگه که این بو انقدر شدید بود و انقدر غلیظ بود که نمیتونستم نفس بکشم، نمیتونستم نفسم رو حبس کنم و این بو انگار با خونه یکی شده بود، انگار جزئی از این خونه بود. من قبلا چندین بار بوی مرگ رو حس کرده بودم، بیمارایی که مرده بودن، اجسادی که توی سردخونه ها دیده بودم، اما این بو با همشون فرق میکرد. حالا که به اینجا رسیدیم، یه موردی که برام خیلی جالب بود و توی تحقیقات این پرونده متوجه شدم و بهتون بگم. یه سری کارخونه ها وجود دارن که اونا میان بوی جسد تولید میکنن. من اولی که این خوندم با خودم فکرم کدوم آدم سادیستی روانی میتونه به خودش ادکلانه بوی جسد بزنه، ولی فهمیدم که خدا رو شکر موضوع استفاده این ادکلون ها برای انسان ها نیست. اونا این ادکلون ها رو استفاده میکنن برای سگ های جسدیاب و سگ های زنده یاب که بتونن بوی جسد رو تشخیص بدن. ولی با این حال کسایی که این سگا رو پرورش میدن میگن ما ترجیح میدیم از این بوها استفاده نکنیم، چون اونا شیمیایی هن، توی کارخونه تولید شدن، ولی بوی اجساد هر کدوم با هم فرق میکنن و این بو خیلی ربط داره به گرما و رطوبت و بدترین شرایط برای یک جسد رطوبته. شهری که لیسی توش زندگی میکرد یه شهر گرم و مرطوب بود. دکتر بیکام میگه که پدر و مادر لیسی توی آشپزخونه وایساده بودن، هیچ توضیحی نداشتن، خیلی نرمال منو نگاه میکردن. من همینطور که جلو میرفتم متوجه شدم که خونهشون خیلی خیلی مرتبه، هر چیزی جای خودش چیده شده و یک خونه کاملا معمولی به نظر میرسه، اگر که اون بوی عجیب نمیومد. و دکتر همینطور جلو میره تا میرسه به حال خونه که یه مبل قهوه‌ای تیره رنگ وسط پذیرایی بوده و میگه این عجیب ترین چیزیه که من توی تمام زندگیم دیدم. تمام مبل پوشیده بود از مدفوع و ادرار انسان. انگار که این خانواده هر کدومشون نوبتی میرفتن روی این مبل دستشویی میکردن. تمام مهمونهایی که توی این سالها براشون اومده بود همه روی این مبل دستشویی میکردن و هیچ وقت این مبل رو تمیز نکرده بودن. و وقتی که جلوتر میره تازه با جسد لیسی روبرو میشه. دکتر بیکام بعداً تعریف میکنه که بعد از دیدن جسد لیسی من تا هفته ها نمیتونستم خوب غذا بخورم و هر روز گریه میکردم. جسد لیسی پوشیده شده بود از مدفوع و ادرار، حشرات و کرمها. تمام پایین تنش از بین رفته بود. عملاً دیگه شبیه انسان نبود و اون قسمت‌های از بدنش که به جا مونده بود حتی میشد استخوناش رو از درون گوشتش دید. دکتر همچنین میگه که یه سوراخ وسط مبل ایجاد شده بود و انگار که لیسی داخل اون سوراخ فرو رفته بود. وقتی که بیشتر بررسی میکنه متوجه میشه که لیسی روی مبل نخوابیده، لیسی توی مبل خوابیده. توی این مدت تمام پوست بدنش از بین رفته، گوشتش فاسد شده و عملاً لیسی با مبلی که روش خوابیده یکی شده.
به خاطر اون همه مدفوع و ادراری که روی مبل بود، دکتر میتونست ببینه که از روی مبل بخار بلند میشه و حتی دیوار پشت مبل که 18 سانتی متر هم فاصله داشت با مبل از این رطوبت خیس شده بود. دهن لیسی باز بود و از همونجا میشد مدفوع و داخل دهنش دید و همچنین از اونجایی که گفتیم بیشتر قسمت‌های بدنش گوشتش فاسد شده بود و از بین رفته بود، داخل شکمش هم دیده میشد و مدفوع داخل شکمش هم بود. دکتر با اینکه زبونش بند اومده بود اما چاره‌ای نداشت به جز اینکه این مورد رو گزارش کنه تا بیان و برای کالبد شکافی ببرنش. توی کالبد شکافی مشخص میشه که علاوه بر مدفوعی که توی معده و روده لیسی بوده، فوم مبل هم وجود داشته. یعنی چی؟ یعنی که لیسی داشته میمرده و خودش این موضوع رو میدونسته. از اونجایی که هیچ غذایی در دستش نبوده، فوم مبل رو کنده و خورده برای اینکه زنده بمونه. که این عجیبه. ما از بیماری لاکتین سیندروم صحبت کردیم و گفتیم کسی که دچار این بیماری میشه دیگه حتی دستشو نمیتونه تکون بده، حتی نمیتونه حرف بزنه و حتی نمیتونه چیزی رو قورت بده. یعنی اگر کسی هم باشه اونجا به زور بهش غذا بده، اون نمیتونه قورتش بده. پس نمیتونسته با دست خودش یه تیکه از فوم مبلو بکنه و بخوره برای زنده موندن. پس اینجا این تئوری که لیسی سندروم لاکتین داشته یه جورایی باطل میشه و این تئوری جواب نمیده روی این پرونده. چرا اینو میگم؟ چون جلوتر مادر و پدر لیسی اعلام کرده بودن که لیسی دچار سندروم لاکتین شده بوده. جسد لیسی یکی از عجیبترین موردایی بوده که نه تو اون شهر کوچیک بلکه تو همه دنیا میشه پیدا کرد. چون لیسی زنده 12 سال بوده که روی اون مبل دراز کشیده و توی همه این سالها که بدنش کم کم فاسد می شده و از بین می رفته اون زنده بوده و داشته با مبل زیرش یکی می شده. دکترها بلافاصله اینو تونسته بودن تشخیص بدن و گفته بودن اینجوری نبوده که لیسی مرده باشه، پدر و مادرش به هر دلیلی نتونستن این موضوع رو بپذیرن و جسدش رو نگه داشته باشن، بلکه لیسی زنده بوده، توی همه این سالها زنده بوده و حتما غذا و آب میخورده که تونسته بوده زنده بمونه و کم کم زندگیش رو از دست داده بوده. علت مرگ لیسی عفونت‌های استخوانی که منجر به سپسیس میشه اعلام شده، اما علاوه بر اون سوء تغذیه شدید و زخم بستر هم عواملی بودن که منجر به مرگ لیسی شدن. بعد از پیدا شدن جسد لیسی با این همه موارد عجیب غریبی که راجع بهش وجود داشت، پلیسا سراغ پدر مادرش نمیرن. یعنی من وقتی این جمله رو خوندم تا چند ساعت با خودم فقط میگفتم چرا؟ آخه چرا؟ با این همه شواهدی که وجود داره که این بچه توی این خونه، مگر میشه پدر و مادری 12 سال با بچهشون توی خونه زندگی کنن، ببینن که اون داره ذره ذره نابود میشه و هیچ کمکی بهش نکنن، هیچ عکس العملی به این موضوع نشون ندن؟ خلاصه حدود 15 روز بعد از پیدا شدن جسد لیسی، تازه خبرنگارها میان با پدر و مادر لیسی مصاحبه میکنن. اینجا هم هنوز پلیس سراغشون نمیره که یه بازجویی کوچیک حتی ازشون انجام بده. مادر لیسی شیلا به خبرنگارها میگه که لیسی یه دفعه تصمیم گرفت که دیگه از روی ما بلند نشه. یعنی شما این جمله رو به کدوم آدم عاقلی میتونی بگی و اون قبولش کنه؟ درسته یه سری شرایطی وجود داره که میتونه منجر به این موضوع بشه که جلوتر با هم بررسیش میکنیم، اما هیچ کدوم از اینا توی مورد لیسی صدق نمیکنه. شیلا همچنین میگه وقتی اون تصمیم گرفت دیگه از روی مبل پا نشه، من کنار مبلش توالت و دستمال مرطوب و حتی فیلم مورد علاقش رو گذاشته بودم که خودش تماشا کنه. این توالت هایی هست که برای بیمارا استفاده میکنن و قابل حمله و میشه از این ور به اون ور بردش. منظورش از اونا بوده. و همچنین مادرش میگه که لیسی روز قبل از مرگش یه نصف ساندویچ و یه بسته پفک چیتوس خورده بوده که این موضوع هم توی کالبد شکافی رد میشه. اونا توی معده لیسی هیچ اثری از ساندویچ و پفک پیدا نمیکنن. تنها چیزی که بوده مدفوع و فوم مبل بوده. ما داریم میگیم لیسی 12 سال روی اون مبل دراز کشیده بوده بدون اینکه حتی یک بار هم از جاش بلند بشه. بیاین بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی توی این مدت برای بدن انسان میفته.
اولین اتفاقی که میفته اینه که وقتی شما تصمیم بگیرین که چندین ساعت رو بدون حرکت روی صندلی یا مبل بشینین یا دراز بکشین، گردش خونتون مختل میشه، چون عملا فشار فقط توی یه قسمت‌های خاصی از بدنه. فکر کنین مثلا وقتی اینجوری دراز کشیدین، اون قسمت‌هایی که روی سطح قرار میگیرن مثل کمر انسان بیشترین فشار روشونه. و بعد فکر کنین که حالا تصمیم گرفتین که از جاتون بلند شین. مثلا لیسی یه دفعه گفته بوده من دیگه نمیخوام از روی مبل بلند شم و بعد از حدود 7-8 ساعت تصمیم گرفته بوده که دیگه بلند شه و به زندگیش برسه. اگر که این کار رو میکرد و از جاش بلند میشد، احتمالاً همونجا جونش رو از دست میداد. چون وقتی که یه سری از اندام‌ها چندین ساعت فشار روشون بوده باشه و گردش خون اونجا نباشه، چیزی که تولید میشه توی اون قسمت پتاسیمه و این پتاسیم همینجور جمع میشه و جمع میشه و جمع میشه و وقتی که اون شخص یه دفعه از جاش بلند شه، این پتاسیم جایی نداره بره بجز این که با گردش خون توی بدن بچرخه و به قلب برسه و باعث حمله قلبی میشه. یعنی لیسی اگر تصمیم میگرفت از جاش بلند بشه هم به احتمال زیاد جونش رو از دست میداد. خب حالا لیسی که این کارو نکرده، یعنی از اون روزی که به قول مامانش تصمیم گرفته که روی مبل بشینه دیگه هیچ وقت بلند نشده. اتفاقای بعدی که توی این شرایط میتونن برای بدن انسان بیفتن، مهمترینشون زخم بستره. زخم بستر اول اینجوریه که یه قسمتی از پوست قرمز میشه و انگار که آفتاب سوخته شده باشه. در همون حد میشه گفت کوچیک و قابل حله. اما هر چقدر جلوتر بره این زخم حتی میتونه به استخون برسه و تمام اون ماهیچه ها رو سر راهش از بین ببره. بیشتر کسایی که زخم بستر میگیرن توی چندین ماه خوب میشن، اما یه سری زخم هم هستن که هیچ وقت خوب نمیشن. زخم‌های لیسی هم همینطور بودن. کم 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 ماهیچه‌هاش از بین رفته بود و این زخم‌ها به استخون رسیده بودن و وقتی که این زخم به استخون برسه باعث عفونت استخون و سپسیس میشه که مرگ شخص حتمیه. یکی دیگه از مشکلاتی که لیسی توی این مدت داشته این بوده که وقتی که دستشویی نمیرفته باید همونجا مدفوع ادرار میکرده، روی همون مبل، و عملا تمام بدنش رو مدفوع ادرار دیگه پوشونده بوده. داخل ادرار ماده‌ای به نام آمونیاک هست که این آمونیاک میتونه به شدت پوست رو بسوزونه. دیدین که بچه‌ها وقتی که پوشکشون چند ساعت عوض نمیشه پوستشون دچار سوختگی میشه و کلی باید مواظبت کنید تا اون پوست خوب بشه. شما حساب کنید 12 سال تمام پوست لیسی تحت تاثیر این آمونیاک بوده. پوستش میسوخته، از بین میرفته و کم کم فاسد میشده. یه سری کرم ها هستن که همینطوریش برای بدن مفیدن و توی بدن انسان وجود دارن، اما وقتی که گوشت فاسد بشه این کرم ها از اون استفاده میکنن. همونجور که توی قصابی ها اگر دیده باشین توی گوشتای فاسد این کرم ها وجود دارن. وقتی که گوشتای بدن لیسی فاسد میشدن این کرم ها شروع به تغذیه ازش میکردن و همینطوری اندام‌ها و بافتای بدنش رو می‌خوردن. بهترین چیزی که توی این شرایط میشه متصور شد، حداقل میشه که آدم‌ها خودشونو با این آروم کنن، اینه که فکر کنیم این کرم‌ها همون اول عصب‌های بدن لیسی رو خورده باشن، نورون‌هاش رو خورده باشن و باعث شده باشن که لیسی دیگه هیچ دردی رو حس نکنه. وگرنه حتی نمیشه تصور کرد که توی همه این سالها و این ریز ریز خورده شدن، زنده زنده خورده شدن توسط این حشرات و کرما چقدر میتونه دردناک باشه. و حالا وقتی که آمونیاک این زخما رو روی بدن ایجاد میکنه، فکر کنین یه حفره توی پوست ایجاد میشه و همون زمان این حفره میتونه انواع و اقسام عفونت‌ها توش به وجود بیاد وقتی که بازه و مدام در معرض ادرار و مدفوع قرار داره که کمترین این عفونت‌ها عفونت قارچیه و این عفونت‌ها میتونن به سرعت انسانو از بین ببرن. پس چرا لیسی 12 سال زنده مونده؟ یکی از مهمترین دلایلش و در واقع میشه گفت تنها دلیلش، چون جلوتر شیلا توی مصاحبه با خبرنگارها گفته که من همیشه زخمای لیسی رو تمیز میکردم، اما ما با توجه به چیزایی که دیدیم میدونیم که شیلا هیچ وقت این کارو نکرده
و چیزی که این کار رو برای لیسی انجام داده همون کرما بودن. این کرما شروع می‌کردن بافتا و گوشتای مرده بدنش رو می‌خوردن و باعث تمیز شدن زخماش می‌شدن، در نتیجه اون زخما عفونت نمی‌کردن. شاید بتونیم بگیم توی پرونده لیسی تنها موجوداتی که به نفع لیسی و برای زنده بودنش تلاش کردن همین کرما بودن. گفتم آخرین باری که کسی لیسی رو بیرون میبینه توی 21 سالگی لیسی بوده. بعد از اون دیگه لیسی از خونه بیرون نمیاد. یک دفعه توی 23 سالگیش مادر و پدرش میرن پیش دکتر بیکام. بله، این دکتر بیکام هم که اون روزی که لیسی فوت شده بود میاد جسدش رو بررسی کنه، از اول لیسی رو میشناخته و اونا دوستای خانوادگی بودن، پزشک خانوادگیشون بوده و چطور میشه توی این شهر به این کوچیکی، این دکتر قاطعا تعداد بیماری کمی هم داشته، توی همه این سالها دیگه خبری از لیسی نگرفته. یه دلیلش شاید میتونه این باشه که اون با پدر و مادرش آشنا بوده و به اونا اعتماد داشته و وقتی اونا میگفتن لیسی توی خونه است و حالش خوبه و فقط دوست نداره از خونه بیرون بیاد، دکترم قبول میکرد. خلاصه توی 23 سالگی لیسی یه دفعه پدر و مادرش پیش دکتر بیکام میرن و بهش میگن که لیسی دیگه نمیخواد از خونه بیرون بیاد و تصمیم گرفته که دیگه بقیه عمرش رو روی مبل بگذرونه و هیچ فیلم و عکسی هم از لیسی به دکتر نشون نمیدن، در صورتی که خب قاعدتا با این اتفاق میافتاد. میگفتن بیا این فیلم لیسیه، اون روی مبل نشسته، دیگه نمیخواد بلند شه. هیچ مدرکی وجود نداره و دکتر بیکام هم مثل اینکه قاعدتا قبول کرده، چون دیگه 12 سال تمام به لیسی حتی سر هم نزده و هیچ سراغی هم ازش نگرفت. و وقتی که لیسی 30 سالش میشه، رابرت بلید همسایه‌شون که گفتم آخرین نفری بوده که لیسی رو سالم و سر حال بیرون از خونه در حال ورزش دیده بوده، کلی رو میبینه و ازش میپرسه راستی کلی، لیسی چطوره؟ احتمالاً اون لحظه رابرت داشته با خودش فکر میکرده که مثلا کلی بهش میگه که لیسی رفته توی شهر دیگه داره کار میکنه، زندگی میکنه، یا ازدواج کرده یا هر چیز دیگه. ولی کلی خیلی راحت میگه که لیسی خونه است، حالش خوبه، توی خونه زندگی میکنه و سریع بحث و عوض میکنه. یعنی حتی پدر و مادرش سعی نمی‌کردن این موضوع رو یه جورایی لاپوشونی کنن و بگن لیسی از اینجا رفته و با این حال بازم کسی سراغ لیسی رو نمی‌گرفت. و دیگه بعد از 30 سالگی لیسی هیچ کس هیچ گونه خبری نداره تا 36 سالگیش که روی مبل جسدش پیدا میشه. یه موضوع دیگه ای که از اول پرونده ذهن منو مشغول کرده بود این بود که اصلا پدر و مادرش چجوری توی اون خونه زندگی میکردن. بویی که دکتر بیکام میگه وقتی که وارد خونه شدم حتی دیگه نمیتونستم نفس بکشم. یه موضوعی که هست اینه که بدن انسان طوری طراحی شده که ما وقتی به طور مداوم در معرض یه بویی قرار بگیریم یه جوری بهش عادت میکنیم که دیگه حسش نمیکنیم. و این موضوع حقیقت داره، مثل چشممون که ما همیشه دماغمون رو میبینیم، توی معرض دیدمونه، اما در واقع نمیبینیمش. ممکنه که این موضوع بوده باشه و اونا اینجوری به اون بو عادت کرده باشن، بنابراین دیگه حسش نمیکرد. اما بقیه مردم چطور؟ چرا هیچ کسی هیچ وقت هیچ شکایتی نکرده بوده که چنین بوی بدی داره از خونه خانواده فلچر میاد؟ و اصلا وقتی که مدام توی این بو زندگی میکردن، توی اون خونه زندگی میکردن، این بو میتونسته روی تمام لباسا و بدنشون هم بشینه. چرا هیچ کس هیچ وقت نگفته که این چه بوییه که اینا میدن؟ اینم یکی دیگه از موارد عجیب این پرونده است. بعد از اینکه این ماجرا تا اینجا رسید و همه ازش با خبر شدن، یک سری تئوریا بین مردم و دکترها شکل گرفت تا ببینن علت اینکه لیسی این همه سال رو روی اون مبل گذرونده چیه. وقتی که پدر و مادرش یکسره اعلام میکنن که ما بیگناهیم و ما هیچ کاری نکردیم و اون خودش یه روز تصمیم گرفته دیگه از جاش بلند نشه، مردم خودشون باید شروع کنن به تئوری ساختن دیگه، چون همه میخوان بالاخره بفهمن که این اتفاق دلیلش چی بوده. ما همیشه دنبال یه دلیلیم برای هر اتفاقی و هیچ کدوممون نمیخوایم از ته قلبمون قبول کنیم که یه پدر و مادری همینجوری نشستن و الکی شاهد مرگ بچهشون و اینجوری زنده زنده خورده شدنش توسط حشرات شدن. حالا میگم اینا همه تئوریه، هیچ کدوم بر اساس حقیقت نیست، گرچه که یه سری حقیقت‌های تو هر کدومشون میتونه باشه، اما ما در اصل نمیدونیم که کدوم یکی از اینا واقعیت داشته.
اولیش اینه که مردم میگن اگر که اصلا لیسی تصمیم گرفته یه روز که دیگه از روی اون مبل بلند نشه، چرا پدر و مادرش هیچ کمکی بهش نکردن؟ حداقل کاری که میتونستن بکنن این بوده که مشاور براش بیارن، باهاش صحبت کنه، یا اصلا اگر شده حتی به زور روزی چند ساعت بدنش رو تکون بدن. در این حد هم نمیشد انجام بدن و اونها این کارو نکردن. و حتی برای دستشویی رفتن هم به لیسی کمک نمیکردن، اون همونجا در جا مدفوع ادرار میکرده. تئوری بعدی اینه که میگن چرا اگر پدر و مادرش میخواستن که لیسی رو بکشن و میخواستن که اینجوری شکنجش کنن، اصلا توی 23 سالگی لیسی یه دفعه رفتن پیش دکتر بیکام و گفتن که لیسی اخلاقش عوض شده و دیگه میخواد توی خونه بمونه. چرا همون موقع نگفتن که لیسی از اینجا رفته یا لیسی رفته کالج یا هر چیز دیگه؟ بعضی از مردم میگن شاید پدر و مادرش توی فاز انکار بودن. بله، موردهایی هستند که وقتی که ما یه شخص رو خیلی دوست داریم، ممکنه وقتی که ببینیم اون مریض شده و داره جونش رو از دست میده انکار کنیم و با خودمون هی بگیم که نه همه چی خوبه، دختر ما حالش خوبه، پسر ما حالش خوبه، مشکلی نداره. و اون هم به خاطر اینه که از شدت علاقه زیاد آدم نمیخواد قبول کنه که داره عزیزش رو از دست میده. اما راجع به کیس لیسی و پدر و مادرش این موضوع صدق نمیکنه. کسی که کسی رو دوست داره مدام راجبش صحبت میکنه. اونا توی جمع همسایه هاشون از اونجایی که خیلی هم آدمای فعالی بودن، یک سره توی جشن‌ها شرکت میکردن، مسافرت میرفتن، توی جامعه اون روستای کوچیکشون هم خیلی فعال بودن، میدونستن از دخترشون بگن آره دختر ما لیسی اینجوریه اونجوریه، ولی دیگه همه یه جورایی یادشون رفته بوده که اینا همچین دختری داشتن. یکی دیگه از تئوری ها اینه که پدر و مادر لیسی از همون اول اونو به همون مبل بسته بودنش. وقتی که جسد لیسی پیدا شد، چه همون موقع چه بعداً، هیچ گونه مدارک و شواهدی بر این موضوع پیدا نشد که بگیم لیسی به این مبل بسته شده بوده. اما ما میدونیم که 12 سال این روند طی شده بوده. پس اونا میتونستن توی سال اول لیسی رو بسته باشن و بعد از گذشته 1 سال دیگه عملاً پاهاش خشک شده بوده و نمیتونسته هیچ حرکتی بکنه. تمام بدنش خشک شده بوده اونجا. بنابراین اون موقع خب بازش کردن، توی هم بقیه سالها باز بوده و خودش نمیتونسته حرکت کنه. هیچ فکتی برای این موضوع وجود نداره، اما به هر حال یه تئوریه که ممکنه حقیقت داشته باشه. تئوری بعدی که خیلی هم وحشتناکه و متاسفانه با توجه به اتفاقایی که افتاده و شواهدی که وجود داره کاملا میتونه حقیقت داشته باشه، اینه که پدر و مادرش تو همه این سالها از قصد داشتن لیسی رو شکنجه میکردن و از قصد نگهش داشته بودن که شکنجهش کنن. دلایلی که مردم براش میارن اینه که اولا که اونا یه توالت فرنگی رو کنار مبل لیسی گذاشته بودن که اون هر وقت خواست بتونه ازش استفاده کنه. بچه‌ای که روی مبل دارن حشرات بدنش رو میخورن، تمام بدنش پر از زخم هاست و زخم بستر داره و اصلا نمیتونه از جاش بلند شه. چرا باید یه توالت فرنگی کنارش باشه؟ شاید برای این بوده که پدر مادرش گفتن ببین این اینجاست، تو هر وقت بخوای میتونی پاشی ازش استفاده کنی. و این خودش یک جور شکنجه روحیه برای کسی که نمیتونه از جاش باشه. چرا باید فیلم مورد علاقش بغل تختش باشه، بهش بگن بیا اینو هر وقت خواستی بذار توی تلویزیون یا توی کامپیوتر نگاه کن، وقتی که میدونن اون نمیتونه از جاش باشه و داره از بین میره، داره میمیره روی اون مبل. وقتی که جسد لیسی رو پیدا کردن، با اینکه تمام بدنش دیگه یه جوری از بین رفته بوده، دندوناش همه سالم بودن. یعنی چی؟ یعنی توی همه این سالها یه شخصی داشته براش مسواک میزده و دهان و دندانش رو تمیز نگه میداشته. کسی که نمیتونه از جاش بلند شه، عملاً نصف بدنش توسط حشرات خورده شده، چرا باید دهان سالمی داشته باشه؟ منظورم اینه که وقتی پدر و مادرش به هیچ موضوعی اهمیت نمیدادن، چرا باید دندوناشو سالم نگه دارن که بتونه غذا بخوره؟ برای این نیست که میخواستن بیشتر زنده بمونه تا بیشتر شکنجه شدنش رو ببینن. و ما میدونیم تو همه این سالها با اینکه پدر و مادر لیسی بهش غذا و آب میدادن، اما این مقدارش انقدر کم بوده که اون همیشه سوء تغذیه داشته و همیشه داشته گرسنگی میکشیده. پس این موضوع هم ثابت میکنه که اونا قطعا داشتن لیسی رو شکنجه میکردن، وگرنه میتونستن غذا و آب کافی بهش بدن تا سوء تغذیه نداشته باشه، گرسنگی نکشه. تئوری دیگه‌ای که میتونه توی پرونده لیسی وجود داشته باشه بیماری آگروفوبیا است.
آگروفوبیا یه جور بیماری روانی به حساب میاد. کسایی که به این بیماری دچار میشن یه دفعه از تمام اطرافیانشون میترسن، از اجتماع و از جاهای شلوغ میترسن و فاصله میگیرن. کسی که آگروفوبیا داره ممکنه خونش رو فقط محل امنش بدونه و بعد از اون دیگه هیچ وقت پاشو از خونه بیرون نذاره. توی بعضیا میتونه این موضوع فقط به اتاقشون محدود بشه و بگن این اتاق فقط محل امن منه و حتی دیگه توی خونه هم حرکت نکنن. و حتی بیمارهایی وجود داشتن که میگفتن تنها این صندلی محل امن منه و دیگه از روی اون صندلی پا نمیشدن. ممکنه که لیسی هم به آگروفوبیا دچار شده باشه و به خاطر همین دیگه از روی مبلش پا نشده باشه. بیاین بگیم که این حقیقت داشته و بیماری لیسی آگروفوبیا بوده. پس چرا پدر و مادرش تو این همه سال هیچ کمکی بهش نکردن؟ این پرونده سراسر ابهامه. تنها چیزی که ما میدونیم اینه که یک دختر 12 سال تمام، حداقل 12 سال، چون از خیلی سال قبلش هم لیسی داشته همینجوری شکنجه میشده. وقتی که یک دفعه بدون هیچ دلیلی از مدرسه پدر و مادرش تصمیم گرفتن ببرنش خونه، از اون به بعد توی خونه درس بخونه و میدونیم که توی خونه هم اونها بهش درس نمیدادن و احتمالاً یه جورای زندانی بوده. نمیدونم، واقعا نمیشه تشخیص داد. فقط اینو میدونیم که 36 سال تمام این دختر یه جورای زجر کشیده و 12 سالش رو روی مبلی بوده که عملاً با اون مبل یکی شده و جونش رو از دست داده. یه سری تئوری‌های دیگه هم برخلاف تئوری‌های قبلی وجود داره که میگن اگر که پدر و مادرش میخواستن که اونو انقدر شکنجه کنن و از بین ببرنش، چرا وقتی که مرده زنگ زدن به پلیس و اورژانس اطلاع دادن، در حالی که اونا باید یه جوری جسدش رو از بین میبردن یا جای دفنش میکردن و از شرش خلاص میشدن، وقتی که هیچ کس دیگه هیچ خبری از لیسی نداشته و دیگه عملا اصلا کسی یادش نبوده همچین دختری نداشتن و وجود داشته همچین آدمی. چرا اونا باید خودشونو لو بدن؟ باز بعضی از مردم میگن شاید اون شب یکی از همسایه‌ها داشته از پشت پنجره رد میشده، جسد لیسی رو روی مبل دیده و یه دفعه سوال کرده که این کیه، این چیه، این چه وضعیه، و اونا مجبور شدن که به اورژانس و پلیس زنگ بزنن. ممکنه که اونا پدر و مادرش رو تهدید کرده باشن، گفته باشن که اگر شما به پلیس زنگ نزنین ما زنگ میزنیم. پدر و مادر لیسی یه جورایی مجبور شدن که با پلیس تماس بگیرن. بالاخره پدر و مادر لیسی دستگیر میشن. دکتر بیکام یک گروه پزشکی رو بیرون از دادگاه مستقر کرده بوده، چون میگفته اکثر کسایی که توی دادگاه حضور دارن و جزء هیئت ژوری هستن کشاورزها و آدمای معمولی هن که تا حالا تو زندگیشون حتی یه جسد هم ندیدن و دیدن همچین صحنه‌های اون وضع فجیعی که جسد لیسی قرار داشت براشون ممکنه که خیلی سخت و غیر قابل تحمل باشه. بنابراین باید یک گروه پزشکی اینجا حضور داشته باشن که اگر هر گونه مشکلی پیش اومد این گروه پزشکی به داد این هیئت ژوری برسن. و دکتر بیکام میگه که توی تمام دادگاه هیئت جوری شوکه شده بودن از دیدن اون عکس‌ها که دیگه حتی حرف هم نمیتونستن بزنن. عین یه ساعتی که از کار افتاده و دیگه هیچ وقت روشن نمیشه و تیک تاک نمیکنه، اونا هم همینجوری ساکت فقط به روبرو خیره شده بودن. دادستان تمام تلاشش رو میکنه که قتل درجه دوم رو برای پدر و مادر لیسی بگیرن. دادستان توی دادگاه میگه که ما حتی با حیوانات خونگیمون همینجوری رفتار نمی‌کنیم. کوچکترین مشکل و مریضی براشون پیش بیاد اونا رو پیش دامپزشک میبریم. چجوری این پدر و مادر این همه سال بچهشون رو پیش پزشک نبردن؟ و نمیشه گفت که اونها نمیخواستن اونو بکشن، اونا دقیقاً میخواستن لیسی رو بکشن. پدر و مادرش تو کل طول دادگاه میگن که ما بیگناهیم، لیسی در سلامت کامل روانی و عقلانی بوده و خودش انتخاب کرده بوده که روی اون تخت زندگی کنه. اونا میگن که لیسی هیچ وقت اعتراضی نکرده بوده که درد داره و داره اذیت میشه. شیلا و کلی فلچر به خاطر نادیده گرفتن شرایط لیسی و فراهم نکردن دکتر برای اون، چون لیسی حدود 20 سال بوده که توسط هیچ پزشکی معاینه نشده بوده، به قتل درجه دوم متهم میشن
ولی بعد وکیلشون شکایت میکنه و میگه یه سری نقایصی توی پرونده هست و یه سری اطلاعات عوض شده و دادگاه براشون یه وثیقه صادر میکنه که به وسیله اون وثیقه فعلا اونا آزادن. همچنان اصرار بر بیگناهیشون دارن و اعتراض کردن به رأی دادگاه و دوباره توی سال 2024 یعنی همین امسال قراره که دادگاه براشون تشکیل بشه. من با تمام وجود امیدوارم که اونها گناهکار شناخته بشن. هیچ عقل سالمی نمیتونه قبول کنه که این پدر و مادر به هر دلیلی از روی انکار، از روی دوست داشتن، از روی احترام گذاشتن به خواسته لیسی قبول کرده باشن که بچهشون توی همه این سالها با این همه زجر رو در ذره ذره جونش رو از دست بده و اونها فقط وایستاده بودن و نگاه میکردن. هیچ کمکی به لیسی نکردن، حتی یک بار هم براش دکتر نگرفتن، حتی اگر از لحاظ مالی مشکل داشتن از هیچ کسی کمک نگرفتن، اون هم توی شهر به اون کوچیکی که تمام مردم حاضرن به هم کمک کنن. کامیونیتی که شهر اسلاتر لویزیانا داره معروفه که هر مشکلی که هست همه به هم کمک میکنن و با هم حلش میکنن. اون وقت هیچ کس حاضر نمیشده به لیسی کمک کنه که این همه زجر و عذاب نکشه. پدر و مادرش فقط کافی بوده که میگفتن، با اینکه اونها هیچ مشکل مالی هم نداشتن و همیشه حقوق خوبی داشتن، شرایط خوبی داشتن و خودشون هم میتونستن لیسی رو به یه مرکز نگهداری دائمی حتی ببرن اگر که خودشون نمیتونن ازش نگهداری کنن. میدونم که پرونده خیلی اعصاب خورد کنی بود. خود من که خیلی هرس خوردم توی ماجرای این پرونده و وقتی که آدم میبینه همچین اتفاقاتی توی سال 2022 داره کنار گوشش میفته، همچین پدر و مادرهایی میتونن توی این دنیا وجود داشته باشن، واقعا اذیت کننده است. هر جا که هستین مواظب خودتون باشین. خداحافظ.